دهه زجر آخوندها شامل اجزای مضحکی بود، خیلی فراوون، هر کدومشون هم واقعا بیش از یک برنامه میطلبن. از سر و صداهایی که به اسم ترانه دادن بیرون تا مصاحبه های مضحکی که اول متن مکتوبش رو میدادن دست بسیجی‌ها که حفظ کنن، بعد میگفتن که حالا بیاین جلو دوربین، اونا هم طبق معمول بازم دست گل به آب میدادن، تا انواع داستان‌های مضحک دیگه که هر طرفش نگاه می‌کردی پر بود. من فقط به یکی از موضوعاتی که ابهام خودم هم شده میخواستم اشاره بکنم، اونم این که چرا در حالی که انواع مشت‌های محکم رو اعلام میکنن که میخوان به دهن استکبار و شکمش و دندونش اینا بزنن، از این عقده زبان خارجی بلغور کردن لااقل تو همین مشت زنی نمیتونن دست بکشن. مثلا همین آخونده تکرار این عبارت که all options on the table all options on the table. حاجی فعل جملهش رو جا گذاشت، احتمالاً صرفه‌جویی در انرژی کرده. حالا از این آخونده مضحک‌تر این بلبل بسیجیه که بهش گفتن همون نوشته روی تریبون نمایش جمعه رو حفظ کن بیا خرج کن، ولی بازم خراب کرد. به فرض که انگلیسیش رو هم تک ماده بکنه، عربی رو معلوم نیست چرا زیر و زبرش رو نرفته درست یاد بگیره. امریکا کانات نیستیم، نحن نسحق امریکا تحت اقدامنا، ما امریکا را زیر پا له میکنیم. امام خمینی. به هر حال هیچ کدوم از این مسخره بازی‌ها نتونست نمایش سوت و کوری رو که تصویر تمام قد ورشکستگی رژیم رو منعکس می‌کرد تحت شعاع قرار بده. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن، صدا صدای